این خواهرمون از مادرش شکایت کرده است که مادرش میخواهد که مجبوراً به یک جوان دخترتیه، اما این دختر اون جوان نغز نمیبینه. سوال چنین است، این دختر اون جوان نغز نمیبینه، به سوی مادر رفته است که من وی نمیگیرم. مادر رفته است که اگر این جوان نگیری من تو را عاقد میکنم. اکنون مادرای محترمه، پدرای بزرگوار، از شما التماس و هزارها التماس، فرزندای خود را بدبخت نکنه. بگذاره که چی دخترهاتون باشن چی بچه هاتون باشن، کسی را دلشو میخواه همون نگیرن، کسی را میخواره از کسی دلشو میخواه همون نگیرن. مجبوری و امیتی هم حیاتی پسر هم حیاتی اون دختر تلخ میگردونی. اکنون این شب و روز، اون شب و روز این است که زمان پیش همه دخترها صالحه بودن و پاکیزه بودن و خانه نشین بودن و امروز بگذاره که جوانها هر کدومش کافته موافقی دیلی خودش یک کس انتخاب کرده گیرن. سوال این خواهر این است که آیا اگر مادرم از من ناراضی من اونا نگیرم آیا من عاق میشم؟ عاق نمیشوی خواهر محترم. عاق در صورت انسان میشه که در عبادت و بندگی خدا کم بودی کنه، یا پدر و مادرش خدمتش بفرم، بگه فرزندم یک آبم بیار بنوشم، بچم آبی طهارتم بگیر، بیا پاچه ها ما بجغدر میکنن، بخیه برای من جاگه بداز، یگان خدمتش بفرما، گپش نگیره، عاق نه بعد عاق میشوه. اما در هر کار دیگه عاقت کردم، پدر و مادرم از فرزند عاق میشوند. فرزندی که حقش ادا نکردی، فرزندی که نسبت به او بی‌پرواگی کردی، راهزن شد، بد شد، ناپاک شد، زناگر شد، گمراه شد، فاسق شد، این پدر و مادر در قیامت جواب میگن، از فرزندشو عاق میشوند. پدر و مادرهای محترم، فرزندم بهترین نعمت خدای، نسبت به این فرزند باید انسان به اهمیتی نداشته باشه. چی دخترها تو باشه چی پسرها تو باشه، بگذار میلش. اگر یگان یعنی دختر یا بچه ناپاک و بد باشه قبولش نکنن میلش، اما انسانهای صالحه وقتی یافتن بگذاره چون خوشبخت کنن. متاسفانه بعضی انسانهای من میدونم که حیاتشون چقدر تلخ گذرانده ایستادن، حیاتشو به ناخوبی صاحب 3-4 فرزند است، تا امروز میگه حضرت زنم نمیفارم، من زندگیم نمیفارم، غمم میگیره، بیگه میشه، خانه رفتنم نمیفاره. به چی خاطر؟ پدر و مادرش مجبور دادنش. خواهش میکنم پدرها و مادرهای بزرگوار بگذاره فرزنداتون خوشبخت باشن، بگذاره فرزنداتون موافقی یعنی خواهش دلشون یک انسان کسی را دوست میدارن بگیرن تا اینکه حیاتشون شیرین گذره، حیاتشون خوشبخت گذره. اینقدر طلاق ها امروز در جامعه زیاده، سببش از اون مجبور کردن پدر و مادر. فلانیه گرفتی نگرفتی شیر حلالت نمیکن. مادر محترم به حالی هم فرزندت رحم کن، فرزند خود در بدبختی و در غمگینی و ناراحتی یعنی برده و در آورده است. و این خاطر بسیار التماس خواهشی من از پدرها و مادرها است که نسبت به فرزندها جبر نداشته باشند، نسبت به فرزندها ظلم نداشته باشند. خداوند بزرگوار برای جمعیت ما توفیق عمل کردن نصیب بگردان و خداوند این خواهرچه ما را خوشبختش بگردان و دلی پدر و مادرش به رحم بگردان تا اینکه موافق دلی فرزندها عمل کننده باشند. و خداوند بزرگوار پدر بزرگوار دعا پرسیدند در سفر هستند، خداوند سفرشون را به خیر بگردانه. بیماری های هستند، خصوصا برادر بزرگواری ما بیمار هستند، پروردگارا و فضل کرم تمام بیمارهای عالم اسلام و شفای عاجل کامل نصیب فرما. پروردگار این جمعیت در دلهاش و هر امید و آرزو و مراد و مقصدی داشته باشند و مراد و مقصد برسان. پروردگار جملگی ما را خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین یا ارحم الراحمین. مرحمت الاسلام.